بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك یا سیدتی و مولاتی یا فاطمة المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا، هم شهری شهر الله. الهی حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه، طاعاتتون قبول باشه، پاداش 16 روز روزه‌داری مبارکتون باشه. روز 16 ماه مبارک رمضان هست. هنوز عطر خوش رویدن اولین گلستان و ثمره ازدواج علی و زهرا علیهم السلام مشام جان رو نوازش میده از یه طرف هم روز دوشنبه است، هم متعلق به امام حسن مجتبی هم متعلق به امام حسین علیهم السلام که هر دو آقای جوانان اهل بهشت هستند. برای اینکه همین سرچراغی برنامه جیگرتون حال بیاد، من یه 3-4 بیت تقدیم بکنم به این دو برادر، این دو آقای جوانان اهل بهشت، حالمون بهتر بشه محضر حضرت کریمه سلام الله علیها. بعد بریم تو متن این یاد خدا. عرض میکنم که ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین، ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین، علت لطف خدا یا حسن و یا حسین، بانی اشک دو چشم رحمت جاری حق، آبروی چشم ها یا حسن و یا حسین. یکی بدون حرم یکی بدون کفن، سرم فدای شما یا حسن و یا حسین. قبله حاجات ما، روح عبادات ما، اوج مناجات ما یا حسن و یا حسین، یا حسن و یا حسین. السلام علیکما یا سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم که همراهی میکنید با یاد خدا. امیدوارم که اینجا به شما خوش بگذره به برکت ذکر و نام و یاد آقا امام حسن علیه السلام، ارباب بیکفنمون امام حسین سلام الله علیه، و به لطف و مهربانی حضرت کریمه آل طاها شفیعه روز جزا، زینب امام رضا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. الهی که این برنامه براتون مفید باشه، به چشمتون بیاد، به دلتون هم بنشینه. وسط بدوهای آخر سال و تکاپوها و خونه تکونی ها و اینا، حداقلش اینه که امیدوارم الان بالای 4 پایه نباشین، یعنی دیگه کارا ان شاءالله تموم شده باشه، در کمال آرامش برنامه خودتون رو تماشا بکنین و این 2-3 روز پایانی سال هم
به همین صورت بدون اتفاق بدی پشت سر گذاشته بشه و هممون وارد سال جدید بشیم و بهترین ها ان شاء الله لیالی قدر برای هممون رقم بخوره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه جمعخوانی خیلی خوشگل و منظم مرتبی داشتن دختر خانم ها و آقا پسرها توی همین شبستان امام خمینی رضوان الله علیه در حرم مطهر هست کریمه. سوره نازعات رو با هم جمع‌خوانی کردن، خیلی زیباست. بریم اینو ببینیم حالمون بهتر بشه، برگردیم من سلام بگم با آقای تراشیون عزیز که قدم چشم من گذاشتن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء خب الهی که خدا قبول بکنه از همه شما تلاوت‌های قرآنتون رو تا به اینجای ماه مبارک رمضان. فرصت عظیمیه. من خودم هنوز خیلی قدر ندونستم، اصلا قدر ندونستم، چون امیدوارم شما مثل من نبوده باشید. اینی که شما یه آیه از قرآن کریم و همین الان بخونید مساویه با خوندن کل قرآن کریم در ماه‌های دیگه امتیازیه که فقط از خدا برمیاد که به ما عنایت بکنه. حضرت کریم بنده نواز انشاءالله که قدرش رو بدونیم و بهرش رو هم ببریم انشاءالله. آقای محمد باقر شمس الدینی از قم سلام، خیلی به شما تبریک عرض میکنم. شما برنده قرعه کشی روز گذشته ما هستین. عبارت مقدس و چشم نواز یا حسن مجتبی رو ارسال کردن ایشان به 301122 دیروز به مناسبت ولادت حضرت کریم اهل بیت و برنده شدن. و ما عرضم حضور شما که یک پرچم متبرک این آستان مقدس رو تقدیمتون میکنیم. دیروز هم عرض کردم دیر نیست اون روزی که ما توی
حرم حضرت کریم اهل بیت انشاءالله برنامه یاد خدا رو اجرا بکنیم، مسابقه بذاریم، شما شرکت بکنید، به برنده پرچم متبرک بقیع رو بدیم، حرم مطهر امام مجتبی رو تقدیم بکنیم انشاءالله که این اتفاق مبارک خیلی زود بیفته. اما امروز هم تا لحظه اذان مغرب شما فرصت دارید عبارت یا فاطمه معصومه رو به 301122 ارسال بفرمایید سلام الله علیها و انشاءالله که شما جزء برندگان ما باشید و پرچم متبرک این آستان به شما هم هدیه بشه انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. استاد تراشیون عزیز خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عرض قبولی طاعات و عبادات را هم دارم، محضری که شما همراهان امیدوارم انشالله از معنویت و برکات ماه بی‌نظیر رمضان بهره کافی رو انشالله برده باشید انشاءالله به دعای خیر شما به نفس حقتون. ما قبل از اینکه ادامه بدیم بحث روز گذشته رو که عرضم به حضور شما در واقع ملاک های انتخاب همسر یا شاخصه های ازدواج موفق بود رو دو تا سوال دوستان برای من فرستادن که از پیامک هایی بودی که از طرف مردم دریافت کردیم. اینو بپرسم شما زحمت بله در خدمتم بفرمایید. خدمت از ماست. پرسیدن که چطوری توکلمون رو به خدا بالا ببریم در انواع مشکلاتی که شاید حل نشن و ما باید صبر کنیم و در عین حال آروم و شاد هم بمونیم. بله به نظر میرسه که راه تقویت توکل خب راه‌های متعددی هست، ولی حالا چون ایشون گره زدن موضوع رو با مشکلات، من میخوام یکی از راه‌های مؤثر رو برای تقویت توکل و بردباری در برابر مشکلات و مصائب بیان بکنم و اون باور داشتن به عدل خداست که خداوند متعال عادل است و هر پدیده و اتفاقی که برای انسانها رخ بده خداوند متعال انسان رو بی اجر و مزد و پاداش نمیگذاره. من به نظرم جناب آقای قوامی عزیز یکی از اشکالاتی که ما توی مباحث دینیمون داریم اینه که روی باورهای اعتقادی کم کار کردیم. من معمولا میگم یکی از اصول دین مظلوم ما هم همین عدل خداست. عدل خدا رو خوب متوجه نشدیم. اگر متوجه شده بودیم خیلی از پیامدها و مشکلات برای ما عبور ازش به راحتی بود. دقیقا. من یه روایتی رو میخوام از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان بکنم. دوست دارم این رو حضار محترم بینندگان خوب به دقت بهش توجه بکنن که این نشان دهنده اینه که انسان نباید از سختی ها فرار بکنه به شرطی که عدالت الهی رو برش باور داشته باشه. ببین در این روایت داریم که آقا امیرالمؤمنین میفرمان اگر میدانستید سختی های دنیا چقدر ارزش دارد، مرگ سخت چقدر ارزش دارد، از خدا میخواستید که مرگتون رو این گونه قرار بدهد. حالا چگونه خود حضرت میفرمان که گوش هاتون رو با چنگک های از استخوان جدا بکنن. یا خدا. میگه اگر میدانستید چقدر ارزش داره این سختی رو تحمل میکردید و شکرگزارم بودید. آره واقعا میگن هر که در این بزم مقرب تر از شام بلا بیشترش. بله. انگار که واقعا یه رابطه ای هست. دقیقا همین هست. لذا در اون بیت هم بیاد که شعرهای خوی ذوق و سلیقه میفهمد دنیا ندادم نه که از خاری توست کنین به فدا یک نفس داری توست. یعنی اگر ما حقیقت مشکلات رو بدونیم که در عمقش
چه زیبایی وجود داره، این اون داروی تلخیه که بیمار به امید درمان به راحتی میخوره، تحمل میکنه. گاهی اوقات هم این داروی تلخ این داروخانه پیدا نمیشه، میره یه داروخانه دیگه، یکی دیگه، حتی یه موقعی پیدا نمیشه حاضر بره بازار آزاد چندین برابر پول بده برای این داروی تلخ، چون میدونه درش بالاخره درمان وجود داره. ما میخوایم بگیم سختی های دنیا همین گونه است. یه موقعی وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد بر خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما شدند. در اون گرمای طاقت فرسای مدینه حضرت زهرا یک لباس پشمینه سختی به تن دارن خانه رو در حالی نظافت میکنن که این عرق از سر و روی حضرت میباره، دستای حضرت تاول زده. حالا ببینید پیامبر با دخترشون که پاره تنشون بود وقتی اینجوری مواجه شدن چقدر سخته برای پیامبر، نه تو قطرات اشک از گوشهای چشم پیامبر جاری شد، ولی یک جمله ای رو به دخترشون فرمودن زهرا جان، بهای بهشت تحمل سختی های دنیاست. من نمیتونم به تو بگم بهای بهشت تحمل سختی های دنیاست. بلذا ببینید یعنی همون عین عدل الهی. من یه روایتی رو اجازه بفرمایید بگم، میخوام اینو هدیه بدم به خانم‌های بزرگوار، ضمنش هدیه هم برای آقایون دارم روایتی، سعی میکنم خیلی کوتاه این دو روایت ولی خیلی بحث داره. از دل خانم‌ها می‌خواین در بیارین دیروز؟ نه اتفاقا می‌خوایم سر خانم‌ها. روایت داریم پیامبر گرامی اسلام فرمودن که 3 گروه از زنان رو خدا 4 تا پاداش میده. من اول پاداش‌ها رو خیلی سریع بشمارم. فرمودن عذاب قبر ندارن، چون این عذاب قبر بسیار سخته. دوم من میگم وی آی پی این روایت این بخش دومشه. حضرت فرمودن با دختر من زهرای مرضیه محشور میشم. سوم ثواب 1000 شهید در نامه عملشون ثبت ضبط. این ثواب 1000 شهید خیلی ها. و چهارم 1 سال بندگی خالص خدا. ما در روایت داریم شما 2 رکعت نماز خالص بخونید مانند این است که از مادر متولد شد. حالا شما این 1 سال بندگی خالص چقدر میتونه انسان رشد بده. حالا اولین گروه کیان از این خانم‌ها؟ حضرت میفرمایند زنی که بر بدخلقی مردش صبور باشه. حالا اینجا میخوام یه جمله بگم، یه نکته برای آقایون دارم. یعنی ببینید خانم‌ها اگر بدانید یک مرد بد اخلاق چقدر به شما رشد میده بر اساس عدالت الهی، خاک پای یک مرد بد اخلاق و توتیای چشم میکنه. ولی اینو من به آقایون بگم، مرد بد اخلاق و خدا روز قیامت دمار از روزگارش در میاد. یعنی مجوز برای بد اخلاقی ما مردها نی. حالا یه مردی میخواد دستی خودش جهنمی بکنه، ولی این زن باید بدونه این زن مرد براش رشده. یا در روایتی داریم که حضرت فرمودن مردی که ساعتی بر بدخلقی زنش صبوری میکند خداوند ثواب ایوب پیامبر رو در نامه عمل او ثبت میکنه. خب این اینجوری تحمل سختی، یعنی انسان رو اینجوری بهش رشد میده. ولذا ما باید عدل الهی رو قائل باشیم. کسی که عدل الهی رو قائل باشه میشه ابی عبدالله الحسین که وقتی آخرین شهید کربلا رو یعنی وجود مبارک آقا علی اصغر رو میبره پشت خیمه ها گودالی میکنه دفن میکنه، میگن حضرت دست خودشون رو تکاندن، لباسشون رو خاک پاک کردن، رو کردن به آسمان و گفتن خدایا تو شاهد باش هر چه داشتم رو دادم. یعنی ببینید ناشکری نمیکنه الهی رضا به رضایک و تسلیما لامرک. ولذا اگر انسان عدل الهی رو بدونه اینجوریه. یا قاسم ابن الحسن رو ببینید وقتی وجود مبارک ابی عبدالله به ایشون میفرمان قاسم جان مرگ رو چگونه میابی؟ میگه احلا من العسل. یعنی میبینیم پشت یک مفهوم عمیق معرفتیه که در خاستگاه ولایت یاد گرفته این نوجوان. مرگ رو احلا من العسل میدونین، شهادت در راه خدا رو احلا من العسل میدانه.
پس سختی رو باید تحمل کرد. و من به شما بگم برادران و خواهران، اصلا ذهنتون رو از این پاک بکنید که ما قرار روزگار خوشی در دنیا داشته باشیم. این شدنی نیست، نه برای ما مسلمان ها. حالا شما گفتین هر که مقربتر از جام بلا بیشتر بهش میدن، ولی من معتقدم اصلا دنیا محل چون آزمایش هم یعنی قرار گرفتن در چالش ها. بله بله. یه موقع انسان به واسطه والدینش، یه موقع به واسطه فرزندش، یه موقع به واسطه همسرش، یه موقع به واسطه عروسش، یه موقع به واسطه دامادش، یه موقع به واسطه شغلش، کارش آزمایش میشه، به چالش میفته. و بدونیم هر جای چالش ها عمیق‌تر بود، اگر انسان شوق‌گزار الهی باشه این چالش برای آوردش بیشتر. البته این منافی نیست که انسان باید تلاش بکنه از مراحل سختی عبور بکنه. خیلی ممنونم، خیلی توضیح کامل و جامعی دادین. فکر میکنم نه تنها ایشون جوابش نگرفتن بلکه یه جوابی دادین برای هر کسی که این مشکل رو داره. یه سوال دیگه هم دوستان اگه اجازه بدید دیگه این سوالم آقا پاسخ بدن، بعد پاسخشون بریم بخش بعدی رو ببینیم، وارد بحثمون بشیم. گفتن که چطور بچه‌مون مؤدب بشه، بقیه رو دعوا نکنه، حرف زشت نزنه، گاهی از بچه‌های دیگه یاد میگیره این کارا رو و همچنین به بقیه هم بتونه احترام بذاره. البته من هنوز بچه ندارم حالا انشالله که این دغدغه‌شون واقعا ستودنیه ها. یه موقعی پدری آمد پیش من گفت طرف مشاوره تحصیلی برای بچه‌م میخوام. گفتم چی؟ خب چیکار کنم این دکتر بشه؟ گفتم خب چه پایه تحصیلیه؟ مثلا الان 10ام 11ام. گفت نه آقا بذارم قبل‌تر. گفتم دوره اول دبیرستان. گفت باز قبل‌تر. گفتم 1-2 سالشه. گفت نه حاج آقا الان ما تصمیم داریم بچه دار بشیم. گفتیم چه ملاحظاتی رو داشته؟ من یه طرف تحصیل کردم، گفتم یکی کسی که یک دغدغه بلند مدت تربیتی داره. یه بخش هم گفتم نه قرار نیست که ما دائما بخوایم بچه هامون رو اونگونه مثلا بالاخره مسیر علمیشون رو تشخیص بدیم که خودمون دوست داریم. یه موقعی بچه استعدادشه، چیزی دیگه توانشه. حالا ایشون هم دقیقا همینه. ببین اگر ما بخوایم بچه ها دیگران رو دعوا نکنن، بیادب نشن، چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. نکته اول اینه که تو گروه همسالانشون بهتر باشن و بیشتر قرار بگیرن. بچه‌هایی که تو گروه همسالان بیشتر قرار میگیرن تعاملاتشون بهتر میشه. بله بیادبیشون کمتر میشه، حرف بد زدن همسالان داریم تا همسالان. بله همسالان خوبه، بالاخره متدین خوبه. عالی. نکته دوم اینه که ما واکنش های منفی به رفتارهای منفی بچه ها نشون ندیم، ماندگارتر میشه. یه پدری یه موقعی آمده و میگه من بچه پیش دبستانی دارم آجای تراشو، این تو مهمونی ها میاد میگه بابا پول میدی یا فوش بدم. بعد به پدرش گفتم احتمالا شما حساسیتتون مباره تو من حاجا فرهنگم هی بهش میگم بابا جو بچه معلم باید مؤدب باشه، حرف بد نزنه. بعد میدونم مثل که نقطه حساس پدر همینه، میاد با زبان خودش میگه بابا پول میدی، میگه نه، میگه حالا پول میدی یا فوش بدم، یعنی دقیقاً همون رو. ولی ما میخوایم بگیم یه موقعی ما پدر و مادر رو باید مراقب باشیم. بچه یه حرفی میزنه نه مثلا اینو کی بهت گفت دیگه کار نبند یا فلفل بیار بزنم سر زبون، این اصلا ماندگارتر میشه، فردا بخواد حرص ما رو در بیاره همون حرف بدا رو میزنه. پس ما یه موقعی به برخی از رفتارهای بچه‌ها بعد از اصل تغافل استفاده بکنیم و جاری و ساری بکنیم. تغافل هم یه نادیده بگیریم اتفاقا تربیت میشه. ما که میدونین جناب قوامی اینقدر فکر میکنیم با بچه‌ها باید زیاد حرف بزنیم، زیاد بهشون بگیم که تربیت بشن. من یه آب پاکی رو دست مبارک همه بزرگواران بریزم، ببین خدا هم با ما زیاد حرف نزده، باورتون میشه؟ یعنی خدا بر ما الگو فرستاده. شما قرآن رو ببینید، قرآن بالاخره یک کتاب تربیتیه. کلا جناب آقای قوامی قرآن حدود 77,000 کلمه است، در طول 23 سال بر پیامبر نازل شده. بعد خاستگاهش هم شما ببینید فضایی بوده که مشرک بودن، بت پرست بودن، بالاخره انسان‌های به تعبیر من دینگریز بودن. شما باورتون میشه میانگین خداوند با بشر روزانه 9 کلمه صحبت کرده؟ عجب. یعنی این 77,000 تقسیم بر 23 تقسیم بر 365 بکنیم میشه تقریبا 9 کلمه.
یعنی این نیستش که ما فکر کنیم هی باید حرف بزنن. مادر پدرها فکر می‌کنن هی باید با بچه حرف بزنن. اتفاقا ما یه تعبیری داریم، می‌دونم زمانم محدود ولی حیفم میاد اینو نگم، تحت عنوان آنتی تربیت ها. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که ضد تربیته. ما می‌خوایم به عنوان ابزار تربیتی ازش استفاده بکنیم ولی اتفاقا به تربیت آسیب میزنه. حالا من برخیشو بشمارم. یک، نصیحت‌های زیاد خراب میکنه بچه‌ها. نصیحت نمک تربیته. هفته دو هفته یه بار یه جمله بالاخره ناصحانه باید به بچه‌هام بگیم. این که دائما بشونیم بچه رو تو تلویزیون داریم نصیحت میکنیم، تو مدرسه نصیحت میکنیم، سر منبرها نصیحت میکنیم، تو خونه پدر مادر دارن نصیحت میکنن. خب اگه قراره این نصیحت خوب بشه باید همه خوب میشدن دیگه. پس معلومه یه جایی ما داریم یه خطایی میکنیم حواسمون هم نیست. نکته دوم، دین میگه به غیر السنتکم، ما میگیم به السنتکم، تمرکزمون رو السنتکم. دوم، خدمت شما عرض بکنم که امر و نهی زیاد خراب میکنه بچه ها رو. ببین یکی از اشکالاتی که اوقات ما والدین داریم دنبال ربات سازیم تو بچه ها. یعنی میخوایم مثلا مامان خوب میگه بچه خوب چه تا بهش میگم برو بخواب بره همین الان بخواب. من تو هم میگم بچه‌ای که تا بهش گفتی بره بخواب بره بخوابه این مشکل داره. این طبیعی نیست. بچه طبیعتش اینه شما رو به چالنجی بکشه، نمیدونم به فقط یه احتمال بدین الان بچه‌هام دارن برنامه رو بله خوبه استفاده نکنه از ابزار بچه‌ها برای چانه زنی استفاده بکنه. نکته سوم، انتقاد زیاد گاهی اوقات. مثلا الان شما ببینید برخی مدارس امروز دیگه تعطیل بود، بچه‌ها نرفتن مدرسه. همین امروز مادر کلاشو قاضی کنه تو خونه، ببینید چقدر از این بچه انتقاد کرده. بعد ما با انتقاد می‌خوایم بچه تربیت بشه، نمیشه خداییش. اصلا انتقاد لجاجت میاره، پرخاشگری میاره. یا یکی دیگه مثلا رقابت میخوایم ایجاد بکنیم، مقایسه بکنیم، با اینا میخوایم تربیت کنیم. یه جای من این رو اخیراً گفتم، حالا جالب بینندگان و حضار محترممونم بشنون. یه معلمی به من گفت نه اتفاقا حاجی ها باید عکسای بچهای نمونه رو به دیوار بزنیم، زیرش هم بنویسیم این دانش آموز نمونه، بچه‌ها انگیزه پیدا کنن تشویق. گفتم خداییش الان چقدر اینا اثر داشته تو مدارس ما اینا رو به کار برد. یعنی انقدر که تشویق کردن عکسای بچه‌ها رو به سینه دیوار زدیم بعد همه بچه‌ها خوب می‌شدن دیگه. بعد گفتم این اتفاقا نه، من حالا اینا فرمولش رو میگم شما بریم پیدا بکنید فرمولشو. و اونه که بسیاری از مشکلاتی که امروز کف جامعه است دلیلش همینه. من یه دانش آموز با استعداد خوب میام معرفی میکنم، دانش آموز دیگه احساس سرخوردگی میکنه، بعد کف جامعه سیگار میکشه که خودش رو نشون بده، حجابش بد میشه برای اینکه خودش رو نشون بده و این درست نیست. بعد به همون معلم من اینم بگم، این رو عرض کردم، گفتم الان خدایش مثلا جمعه تیر و طایفه آقاتون میخوام برای افطار میان خونت، خدایش هم خواهر شوهرت بهتر از توه، دوست داری الان آقاتون بره عکس خواهر شوهرتو بزرگ قاب بگیره بیاره بزنه به سینه اتاق پذیرایی، زینش هم بنویسه زن نمونه؟ خدایش اون قاب رو تو کله مبارک آقا خورد نمی‌کنی؟ با اینکه واقعیت هم داشت اونجا میبرتش محضر رو بله. خب پس ببینید این اثر چطور برای ما بده، برای بچه‌ها خوبه؟ بچه‌ها هم همینجوری اذیت میشن تحت عنوان تشویق و اینا، هی بیایم ما معرفی کنیم، عکس بزنیم، تصویر بزنیم، اینا بچه‌ها رو آزار میرسونه. پس ببینید اینم یه نکته، آنتی تربیت ها رو بذاریم کنار، بچه‌ها آرامششون بیشتره که حالا ما برخیشو 4-5 تاش رو شمردیم. فرمودید. فقط یه نکته ای نمیدونم به عنوان سوال کاملا پس این روش رو شما اشتباه ها میدونید؟ چی رو؟ عکس نفرات بله. تو خصوصا محیط های مدارس و اینا خدا از این روش برای بنده ها استفاده کرده یا نکرده؟ بفرمایید شما. نمیدونم مثلا معصومین، نمیدونم افرادی که در قرآن ذکر خیر اونها شده، نمیشه اینا رو معادل اون قرار گرفت؟ نه میدونیم چرا نمیشه؟ چون اصلا ماهیت کار متفاوته. منم چه دانش آموزی عکسشو میزنیم سینه دیوار بگین شما معدلش بالاتر شد، یعنی نتیجه خوبی گرفته باشه. ولی قرآن این رو نمیگه. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعی.
تو تلاش هم بکنی تو نگاه من رشد یافته. داده یه جوان قصاب میشه همنشین موسی پیامبر اولوالعزم در بهشت. بله. یه خانومی که عصبانیت شوهرش رو تحمل میکنه میشه همنشین حضرت صدیقه طاهره در بهشت. یعنی خدا به تلاش ها ما ابزار سنجش تلاش ها رو نداریم. واقعا خیلی سخت تلاش یک کسی رو بخوایم بزنیم. من این موقع این اصلا تحت عنوان یه چالش تو جمع مدیران و مشاورین مطرح کردم. گفتم شما یک برگه بیارید بگیم بر اساس این مدل ما میتونیم تلاش بچه‌ها رو به خوبی ارزیابی بکنیم. نمیتونن برن پیدا کنن. باز من این چالش رو مطرح میکنم، اگر تونستم پیامک بکنم، بنده میگم نمیشه. دلایل من براشون دارم، ولی چون زمان کوتاهه نمیشه بحث علمی عمیق این زمینه داشت. ببینم با ادله بنده میگفتم. مثلا ببینید نمونهش یه موقع دانش آموزی الان شده 9 دفعه بعد میشه 12. الان تو مدارس میگن این تلاش کرده شده 12، ولی اگر ابزار تلاش داشتیم یه مرتبه این برای اون 9 بیشتر اتفاقا تلاش کرده بوده تا این 12، براش بیشتر وقت گذاشته بوده تا این 12، ولی باز اینجا ما داریم نتیجه رو نگاه میکنیم. ولی خداوند متعال ابزار دقیقی برای سنجش. به نظر من حالا اگر بخوایم تایید کنیم یعنی در واقع در راستای فرمایشات شما بخوایم نتیجه گیری کنیم، شاید بین اون کسی که ترم‌های قبل مثلا توی مراحل قبلی معدل مثلا 19.5-20 میگرفته ما عکسشو میزنیم، ولی اونی که 9 بوده الان شده 12 الان شده 15 رو باز نمیزنیم دیگه عکسشو. ولی اینو باید بزنیم به نظر من که به این تلاشش اون وقت بها دادیم. مثلا اگر باز عرض میکنم اینو بشه بهش گفت تلاش کرده، چون از 9 8 تا 9 خودش معلوم نیستش مثلا برای 9 بیشتر تو من تلاش کرده بوده، مثلا با تقلب اومده. نه اصلا دلایل دیگه خیلی علل مختلفی. برای میگم من خیلی روی این فکر کردم. الان بگم بنده هرشو در آوردین دیگه. آره یعنی میگم ما ابزار یعنی گاهی اوقات میدونین تلاش حتی به چی ممکنه ربط داشته باشه. خیلی عذر میخوام، بچه این با مثانه پر میره سر امتحان میشینه، ممکنه روی امتحانش از سر بگذاره. آیا ما ابزار داریم به سنجیم ملافینا؟ نداریم دیگه. ولی رضا ببینید گاهی اوقات حتی ما درباره قضات داریم، میگه قاضی وقتی مثانه‌اش پره نباید بره بر مسند قضاوت بنشینه، تاثیر میذاره رو قضاوتش. یعنی در این حد حالا اصلا این دانش آموز مثلا ببینید دیشب مامان باباش دعوا کردن تو خونه. خب این چقدر روح روانش از سر داره. ما تو مدرسه میتونیم بسنجیم که این پدر مادر آیا دعوا کردن نکردن، چه میزان روی این از سر گذاشته که نمرش بالا و پایین شده. یعنی میخوام بگم یه سری عوامل مختلفی وجود داره که این عوامل رو واقعا بشر برای سخت سنجش، ولی خدا داره ابزار سنجش رو. خیلی ممنونم استاد تاج. حالا ان شاء الله اگر یه فرصتی هم شد مفصل‌تر به این موضوع طرح موضوع می‌کنیم، بحث می‌کنیم. عرضم حضور شما که نمیدونم شما اطلاع دارین عزیزانی که الان زائر هستن یا شمایی که پای تلویزیون هستین، آیا اطلاع دارین اولین تولیت محترم آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از انقلاب اسلامی ایران چه عزیزی بودن که به فرمان حضرت امام اینجا مسئولیت گرفتن و الان کجان؟ اگه دوست دارین پاسخ این سوال بدونید این بخش رو دقت بفرمایید. بسم الله. احمد مولایی در سال 1303 در تهران به دنیا آمد. او پس از تحصیلات مقدماتی در 17 سالگی به حوزه علمیه تهران وارد شد. در سال 1323 شمسی وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر اساتیدی نظیر امام خمینی، آیت الله بروجردی و آیت الله صدر کسب فیض نمود. حجره‌اش در مدرسه فیضیه محل تجمع طلاب تهرانی بود. مولایی در نهضت امام خمینی فعالانه ایفای نقش کرد. او از نزدیکان شهید آیت الله مطهری بود و به همراه شهید آیت الله بهشتی از سوی امام خمینی به عضویت شورای فقهی در حزب مؤتلفه اسلامی درآمد. شیخ احمد مولایی در اسفند 1357 از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انتخاب شد.
او به مدت 14 سال عهدهدار این سمت بود. وی همزمان تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام را نیز بر عهده داشت. شیخ احمد مولایی شخصیتی وارسته، متخلق و متواضع بود و از بینش سیاسی بسیار عمیقی نیز بهره می‌برد. در مصرف بیت المال حساس و دقیق بود تا آنجا که از نمایندگی مجلس و تولیت آستان‌های مبارک هیچگاه حقوق دریافت نکرد. آیت الله شیخ احمد مولایی در 31 اردیبهشت ماه سال 1374 بر اثر بیماری در سن 71 سالگی دار فانی را وداع گفت و در داخل حرم مطهر فاطمی در بخش خواهران فعلی به خاک سپرده شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از همراهی شما از طریق امواج تلویزیونی با برنامه خودتون یاد خدایی که همچنان مشرف هست در شبستان امام خمینی رضوان الله علیه در حرم حضرت کریمه اهل بیت. آشنا شدیم با حضرت آیت الله احمد مولایی عزیز رضوان الله علیه که 14 سال اینجا تولیت آستان مقدس حضرت کریمه بودن. انشاءالله روحشون شاد باشه. دعاگوی ما محضر بیبی محضر امام رضا بر امام نفس بزنن. ما حدوداً 11-12 دقیقه فرصت داریم تا پایان که ادامه بدیم بحث دیروزمون رو که شاخصه های ازدواج موفق بود. اگر صلاح بدونید راجع به این از شما بشنویم که جوونا دخترها پسرها چجوری مهارت تشخیص درست رو پیدا بکنن و ملاک ها رو بتونن درست تشخیص بدن. به یاری خودم. من قبل از اینکه به راه‌های تشخیص اشاره بکنم یک جمله‌ای رو از برنامه روز گذشته یادآوری بکنم، یه مروری بکنم. ما گفتیم برای زندگی خوب یک فرمولی وجود داره. یک، انتخاب خوبه. 2، آشنایی با مهارت‌های زندگی و 3، آشنایی با فرامهارت هاست. یعنی باید حتما این 3 تا رو ما بلد باشیم، آشنا باشیم تا تجربه یک زندگی خوب رو داشته باشیم. البته یه اشاره هم به این باید بکنیم که اینکه لزوما ما فکر بکنیم می توانیم یک زندگی رو شکل بدیم بدون هیچ اشکالی، این نشدنیه. یعنی همین زندگی ها مشکل داشته، چالش داشته. شما حتی زندگی پیامبر گرامی اسلام رو با برخی از همسرانش رو می‌بینید زندگی های پرچالشی بوده. یعنی این نیستش که ما فکر بکنیم زندگی مشترک میتونه یک زندگی کاملا بدون چالش باشه. غیر از زندگی امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما که هر دو معصوم بودن، برای همدیگه مشکل آفرین نمی‌کردن، ولی از بیرون باز مشکلاتی ایجاد میشد برای این زندگی. پس زندگی اینجوریه. من یه تعبیری رو گاهی اوقات به کار میبندم، اینم خوبه روش تأملی بکنیم. یعنی هم بحث این که آیا ما خوشبختی رو میتونیم در دنیا تجربه بکنیم؟ میگیم نه، نمیشه. چیزی اصلا تحت عنوان خوشبختی رو تو دنیا دنبالش نباشید. گشت هم پیدا نکردن، شما عمرتون رو برای صرف نکنید. یعنی همه چی بر وفق مراد باشه. با این تعریف. بله. ولی ما میگیم باید به دنبال سعادتمندی باشیم. واژه جایگزین. سعادتمندی گاهی اوقات میبینی کنار یه همسر بد اخلاقم اتفاق میفته، کنار یه مرد خسیسم اتفاق میفته، به شرط اینکه اون مهارت ها و فرامهارت ها رو بدانیم. اما برای انتخاب ما روز گذشته تقریبا 5 تا ملاک رو بیان کردیم، ولی وعده داده بودیم که بتونیم درباره راه‌های تشخیص ملاکام صحبت بکنیم. حالا من چند تا راهکار رو میخوام تو این زمینه تقدیمتون بکنم. یعنی اولین راهکار گفتگوه. یعنی اصلا دختر و پسر با هم صحبت بکنن، ولی نه صحبت تو پارک و تو کافی شاپ و کنار زاینده رود و خدمت کنار مثلا خزر و فلان و اینا. نه، اون میره تو فضای عاطفی، اتفاقا شناخت که ایجاد نمیشه، هیچی، یه سایه سنگینی میندازه رو شناخت واقعی.
من یعنی اون مقداری هم که میشناختیم ما میخوایم دیگه باور نکنیم. بد اخلاق بود، ولی حالا با هم یه نون و نمکی خوردیم بد اخلاقیش الان نبینیم، نادیده بگیریم. ولی توصیه من اینه که این گفتگو در یک فضای نیمه رسمی باشه. حالا میگن نیمه رسمی یعنی چی؟ یعنی آقا داماد بیاد خونه عروس خانم، بالاخره با پدرش، مادرش، آقا پسر بیان، خواهری بیان، اونا بشینن اونجا با هم دیگه صحبت بکنن. عروس و آقا دامادم روی مبلی اینور بشینن با هم دیگه شروع کنن گفتگو. حتی من توصیه ندارم برن توی اتاق درشون رو ببندن، حتی اینم نباشه. یعنی توی فضای چون گفتگوه دیگه، من میخوام گفتگو برای شناخت داشته باشم. خب یعنی این احتمال رو نمیدین دختر خانم و آقا پسر بخوان یه حرفایی بزنن مثلا روشون نشه کنار پدر؟ خب نداره، نمیگیم بشینم بیخ گوش پدر مادرشون که بشن برای گوشه اونجا مبل و صندلی بگذارن، یه فاصله 1-2 متری، اینا مشغولن تلویزیون روشنه دارن خودشون با هم حرف میزنن. این چی کنار رودخونه و جنگل و اینا نرن، ولی مثلا حرمی جایی توش اینجام نه. آره. فقط یعنی هر جای دوتایی شدن، البته اینجا مگر اونم با پدر مادرشون نداره، بله. ولی اینکه دوتایی بیان بشن یواش یواش وابستگی‌های عاطفی شکل میگیره با حضور پدر مادر. بله. یعنی یک جایی باشه به این شکل، حتی یه موقعی نه در حضور یک مشاور بشینم با هم گفت. ما حالا من قدیم که فرصت بیشتری داشتم کارهای مشاوری انجام میدادم، دختر پسر اصلا می اومدن میشستن، یه موضوع رو من به عنوان چالش بینشون ایجاد میکنم، میگفتم حالا دربارش با هم صحبت بکنیم. منم به نوعی ناظر بودم، شنونده بودم که بعدا هم بتونم کمک بکنم تو تشخیص بهشون. یعنی فضای عاطفی رمانتیک عاشقانه نشه برای این خطره. من حالا یه جمله میخوام بگم، شاید بینندگان و حضار محترم یکم تعجب بکنن شنیدن این جمله، ولی مکررم تو برنامه‌های رسانه‌ایم اینو گفتم که بدونین اصلا عشق یک اختلال روحی و روانیه. هر وقت این کسی عاشق شد نگرانش بشید، دیگه این نمیتونه به واقعیت ها دست پیدا کنه. همون چیزی که در روایت هم داریم، این حب عمیقی که در روایت داریم عقل رو میمیراند، کور میکنه انسان رو، کر میکنه، دیگه نه واقعیت رو میبینه، فقط میشه احساسات و هیجانات. بله. لذا عشق یک هیجان شدت یافته مثبت که آثار منفی دارد. یعنی اینو خیلی دقت کنید. اینم البته حرف من نیست، ببینید یه چیزی هم فرمودین توی روز گذشته به دل بشینه. آره. نه اون نداره، به دل نشستن یه چیز دیگه است. مثلا من چهره طرف مقابل رو میبینم به دلم میشینه، اشکالی نداره. ولی یه موقعی من نه عاشق طرف میشم. میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی شما دیگه عیب طرف مقابلتون رو نمیبینی. من یه موقعی یه تجربه مشاوره بگم، یه موقعی باور کنین حاج آقا، خیلی ها رو من دیدم که میگن نمیدونم شما به نگاه اول اعتقاد دارین یا نه، میگن حتی در حضور جمع بوده نمیدونم، ولی این خانومو معرفی که رفتن دیدن، آقا که دیده این خانومو، حالا من چون آقاشو الان سراغ دارم خانومش هم شاید تایید کنن، یه دل از دل رفت دیگه، اصلا میگه من حواسم نبود ایشون چی داره میگه، یا مثلا بقیه چی میگن، به دلم نشست دلم رفت دیگه. یعنی نه کنار رودخونه بوده، نه کنار جنگل و کنار فلان، اون دیگه همین، یعنی مرحله دل نشستن عبور کرده، یعنی این دیگه نیست، یعنی یه ذره عمیق‌تر شده این محبته. یعنی میخوام بگم من دیدم مثلا تو جلسه خاصه حتی فقهای ما اجازه میدن، خب میگن دختر خانم وقتی چای میاره پذیرایی داره میکنه روش یکم باز باشه، ببین آقا پسر اینجا حق انتخابه. حالا دختر خانم ما مردا روی داره میبینه، موهمون رو میبینه، چهرهمون رو میبینه، قیافمون رو میبینه، هیکلمون رو میبینه، ولی دختر خانم ها اینجوری نیستن، به مرتبه پوششی داره، اصلا نمیشه فهمید این اندامش لاغره، چاقه. به لحاظ فقهی ظاهرا این اجازه داده شده. بله دیگه عرض کردم بله فقها اجازه میدن این رو برای شناخت. بله برای شناخت. ولی جالب اینه اسلام برای شناخت دست و پای دختر و پسر رو نمیبنده، ولی همین که
به مراحلی خدای نکرده برسه که به تعبیر عقل کور بشه، چشم کور بشه، گوش کور بشه، همه اینا دیگه نه خوب بشنویم، نه خوب ببینیم، نه خوب بتونیم بیاندیشیم، اینجا دیگه خط قرمزه و ممکن واقعا ضربه بخوره. یه موقع یه دختر خانم با مادرش اومده بود توی مشاوره، تا نشستن مادرش گفت این آستیناتو بزن بالا حاج آقا ببینه دسته. گفتم حاج آقا نامحرمی؟ گفتم گفت نه حاج آقا اینا همه بانداژه، میخوام بانداژ رو ببینی، تمام اینا باند. گفتم خب چرا؟ گفت حالا این دختر 2-3 بار رگ خودش رو زده. برای کی؟ برای آقا پسری. گفتم خب حالا پسر خوبه بعد مادر؟ گفت نه حاج آقا رفتیم ما تحقیق کردیم اصلا مصرف میکنه، مواد مصرف میکنه، مشکلات زیادی داره، با زنای دیگه بوده. بعد حالا ببین دختر عاشق اینجوری میشه، نشسته مقابل من چشم میلاده به چشم من میگه حاج آقا فکر کنم خدا من رو سر راه این قرار داده من درستش کنم. منم یه جمله سنگینی که نمیشه اینجا گفت بهش گفتم. بله این دیگه اصلا خارج از عقلانیته. تو مگه مثلا کمپی که بخوای ترکی ایجاد بکنی اول زندگیت میخوای اینجوری باشه؟ این معلومه عقلانیت نداره این دختر، بر اساس عقلانیت تصمیم نمیگیره. حالا مانعش هم میشه میره میخواد به عمر خودش خاتمه بده. و آدم عاقل این کارا رو میکنه. من یه موقعی به شوخی میگم لیلی و مجنونم این همه مثلا براشون میسرایی، ما نمیدونم متن نثر و ادبی براشون، اینا اگر به هم دیگه رسیده بودن زندگی هاشون به 1 سال دوام نمی آورد. طلاق و طلاق کشی میشد تا قبل رسیدن معمولا این من میگن مدفن عشق وصال است. یعنی همین که رفت زیر سقف تازه میفهمه عجب تو زرد در اومد و کم پیش میاد که این عشق منجر به این بشه که اتفاق بیرونی هم منطبق بر عشق و خواسته ما باشه. چرا معلوم آمارای طلاقمون تو سالهای اول زندگی انقدر بالا؟ شما تصورتون چیه؟ یعنی فکر ما این دختر و پسر به زور زن و شوهر کردن؟ برید ببینید اینا گاهی مقابل پدر و مادرشون ایستادن تا آقا باید بشه، نشه با فرار میکنیم فلان، با هیچ که ازدواج نمیکنیم. پدر مادر رو به زانو در آوردن ولی میره 6 ماه بعد میاد اظهار پشیمانی میکنه عجب غلطی کردم. پس ببینین گفتگو باید عاقلانه منطقی برای شناخت باشه. این گفتگو اون وقت مجازم هستن تا 100 ساعت هم میخوام با هم حرف بزنن بزن، ما محدودیت نداریم. یعنی تا جایی که شناخت ایجاد بشه به یه نقطه میرسیم میفهمیم به درد نمیخوره قد دیگه تمام. بلذا این نکته اول. نکته دوم برای شناخت تحقیقاته. بریم تحقیق کنیم، محله، مدرسه، نمیدونم محل کار، دانشگاه، از دوستان، اقوام. اتفاقا جالبم اینه اسلام چه رخصت خوبی هم داده. یکی از جاهایی که حالا به تعبیر غیبت مجازه همینجاست. من میام الان از شما آیه قوامی ارزید درباره یا آقا پسری که تو محلتونه میخواد بیاد دختر بندره بگیره تحقیق میکنم. میگم این چطوره؟ شما باید بگید، نگین که حالا نه مگه عیبشو بگم غیبتش محسوب میشه. تو مشورت نه. اینو ما تو مشاوره هم همینه. تو مشاوره وقتی بحث مشاورت غیبت محسوب نمیشه. حتی جالبه برای زن و شوهرها بگم، یه موقع مثلا خانم میاد بد مادر شوهرشو میگه این غیبته، ولی یه موقع میاد با شوهرش مشورت میکنه، مثلا میگه مادرت خیلی از دست من دلخوره، هر دفعه منو میبینه به این مطلق میگه، من باید چی کار بکنم تو که پسرشی بیشتر میشنه. این غیبت دیگه محسوب نمیشه، این مشورته. یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات یک نگاه‌های به تعبیر من روشن فکرانه اصیل دقیقی اسلام داره که ما به اینا گاهی اوقات بی‌توجهیم. لذا اونجا ظلمه. اون وقت اگر طرف مقابل به ذهن خودش که این بدی رو بگم غیبت میشه نگه، بعد این بیافته توی سیاه‌چاله به نام زندگی اسم مشترک که هر روزش نسبت به روز قبلش پرمصیبت تر میشه. خیلی ممنونم استاد تراشیون عزیز. ما که سیر نمیشیم و خسته نمیشیم از کلام شیرین شما، ولی خب فرصت برنامه رو به اتمامه. ما دیگه فردا شما رو نداریم تو برنامه. توفیقات مستقیم، سلامت باشید، اختیار دارین. از این بابت خیلی متاسفیم، ولی توی این 8 جلسه‌ای که گذشت چیزای زیادی از شما یاد گرفتیم. ما توفیقی بود. اجرتون با حضرت کریمه باشه. ان شاء الله که بازم این روزی ما بشه که ما شما رو زیارت بکنیم. بر ما توفیق در خدمت حضار، زائرین، بینندگان خوب برنامه یاد خدا باشید. خیلی ممنونم. یک دو تا نکته عرض بکنم. این که
هدیه آقای محمد باقر شمس‌الدینی رو ما تقدیم میکنیم که عبارت یا معصومه سلام الله علیها رو فرستاده بودن. شما هم تا اذان مغرب فرصت دارین. به 301122 عزیزانی که اینجا هم هستن هم میتونن دست به گوشی بشن. عبارت یا معصومه رو به 301122 ارسال بفرمایید. یه پرچم متبرک آستان رو تقدیم میکنیم با افتخار به قید قرعه. از فردا هم انشاءالله خدمت استاد محمدی شاهرودی خواهیم بود. هر سوالی در حوزه مسائل اعتقادی دارین به همین 301122 ارسال بفرمایید. من فردا از محضرشون میپرسم. میخوایم انشاءالله جلسه پرسش و پاسخ باشه، بیشتر عمدتاً سوالات شما رو از محضرشون بپرسیم، سوالاتی که عمدتاً ذیل مسائل اعتقادی هست. خیلی ممنونم که دل میدین به برنامه خودتون. سر افطار اهالی یاد خدا رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. انشاءالله هممون دیگه کم کم مهیا بشیم برای درک شبهای برتر از 1000 ماه در شبهای قدر ماه مبارک رمضان. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم. سلامت باشید. مهربانها مهربانی بلدند، نهیب هم اگر بخواهند بزنند دوست داشتنیش میکنند. حواسشان به همه هست، کاری میکنند صدایشان به تک تک آدم ها برسد. با هر کداممان بلند حرف میزنند. حواست هست چه کسی از همه بزرگتر است؟ گواهی داده ای دنیا دست کیست و خوبهایش کجای کارند؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
ويسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو
له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.